به نام خدا. سلام. تو این ویدیو میخوام در مورد معرفی ذکرهای قدرتمند برای آرامش در خدمتتون باشم و ببینیم که برای آرامش چه ذکرهایی گفته شده، چه ذکرهایی پیشنهاد شده و چه ذکرهایی اثرات قدرتمندی دارن تو این زمینه. اول بیایم تعریف کنیم که آرامش از نظر متافیزیکی یعنی چی. آرامش یعنی این که فرکانس ذهن و بدن تو از حالت ناهنجار بیاد توی حالت طبیعی و هماهنگ. هر وقت که تو اضطراب داری، نگرانی داری، سنگینی داری، موجهای ذهنی تو پخش و نامرتبه و در واقع فرکانس تو از حالت تنظیم خارج شده. حالا ذکر کاری که میکنه اینه که دوباره تو رو برمیگردونه به حالت تنظیمت، به حالت آرامشت. ذکر از طریق جذب انرژی هایی که مرتبط با این موضوع هستن به بدن انرژیایی تو عمل میکنه. همچنین درون تو، انرژی های درونت رو هم در واقع شکل و ساختار و نحوه توزیعش رو یه مقداری دستخوش تغییر میکنه که آرامش مد نظرت راحت‌تر درت به وجود بیاد. من اینجا فقط ذکرهایی رو میگم که قدرت آرامسازی بالایی دارن و برای عموم افراد یا حتی برای کسایی که در واقع حساسیت های انرژیایی بالاتری دارن مثل مدیوم ها هم مناسب باشه. برای کسایی که درگیری های انرژی دارن به اونام کمک بکنه و این ذکرها رو واقعا بهترین ها رو براتون گلچین کردم تا انشاءالله براتون مفید واقع بشه. اولین ذکری که میخوام بهتون معرفی بکنم که قوی ترین ذکر از نظر من برای آرامش هم هست، ذکر یا سلام هست. این ذکر خودش اصلا معنیش از صلح، از آرامش، از هماهنگی میاد. ذکر یا سلام که خودش از اسماء الحسنا هست و معنیش خداوندیه که برای بندگانش صلح، امنیت و سلامت رو برمقام میاره بیای بنقص. و واقعا ببینید چقدر از نظر انرژیایی همین ذکر مناسب آرامش هست و این ذکر واقعا یک انرژی سکون و از نظر متافیزیکی همترازی قوی داره که باعث ایجاد آرامش مربوطه توی افرادی میشه که از این ذکر میخوان بهره مند بشن. وقتی که این ذکر رو میگید یه موج نرم انرژیایی از چاکرای قلب به سمت چاکرای خورشیدی که مرکز استرس و اضطراب هست حرکت میکنه و باعث بهبود انرژیات اون منطقه میشه و واقعا کمک کننده است تو این زمینه. اما اثرات انرژیایی این ذکر چیه؟ این ذکر فرکانس اضطراب رو در ذهن از بین میبره. این ذکر فشار قفسه سینه که تو زمان استرس ها، اضطراب ها، نگرانی ها به وجود میاد و خیلی موقع ناخودآگاه هم هست، این رو آرام میکنه. در واقع قفسه سینه شما رو آرام و رها میکنه، احساس امنیت درونی به شما میده و ضربان انرژی رو توی چاکرای قلب هماهنگتر میکنه و این باعث میشه که شما آرام آرام وقتی این ذکر رو میگید یه حس آرامش قشنگ و لطیفی رو تجربه بکنید که یک منبع الهی هم داره، یک منبع بسیار قدرتمندی هم داره. این ذکر برای افرادی که بی دلیل حتی دچار استرس میشن، دچار پنیک میشن، دچار حال بد میشن، اینا هم براشون واقعا فوق العاده است و چند بار که بگی واقعا حس میکنی یه مقدار سبکتر شدی. ذکر بعدی که به نظرم فوق العاده است تو این زمینه ذکر یا لطیف هست که یک انرژی بسیار نرم و یک انرژی نرم کننده داره اصطلاحاً و خب میدونیم تو بدن انرژیایی ما یه سری نقاطی هست که اینها دچار گره های انرژی میشن و اینا رو کمک میکنه این ذکر که نرم بشن، باز بشن و اصطلاحاً اون گره ها، اون انسدادها برطرف بشه و وقتی جریان انرژی نرم و روون بشه ناخودآگاه آرامش دلخواه هم در شما به وجود میاد. این ذکر خصوصا توی آروم کردن موجهای ذهنی تند، یعنی افکاری که در واقع استرس‌زا هستن، تند هستن، خشنن و انرژی‌های منفی تند و شدید تولید میکنن، اینا رو خصوصا فوق‌العاده کمک میکنه که نرمتر بشن و شما یک آرامش عمیق‌تری رو بتونید تجربه کنید. حالا اینا رو شما میتونید با هم ترکیب کنید دیگه، مثلا با ذکر یا سلام که ترکیب بشه واقعا فوق‌العاده است دیگه انرژیش برای آرامش. ذکر سوم که بیشتر مناسب افرادیه که یک
نگرانی و ترس و عدم احساس امنیت شدید رو دارن تجربه میکنن و عدم آرامششون بیشتر از این قضیه است. اینا ذکر یا حفیظ واقعا براشون فوق العاده است و کمک میکنه که انرژی هایی که منجر به این قضیه میشه از حاله بدنشون دور بشه، از درونشون پاک بشه و آرامش عمیق‌تری رو تجربه بکنن. در رفع ترس‌های بی‌دلیل، خصوصا حالا مثلا کسایی که شبا بی‌دلیل میترسن یا این مدل ترس‌ها رو کلا فوق‌العاده است ذکر یا حفیظ. حتی درزها و نقاط باز حاله رو هم کمک میکنه که جمع بشه، حاله دست‌تر بشه و این خودش توی آرامش فرد بسیار مؤثره. چهارمین ذکر یا الله هست که این ذکر واقعا فوق العاده است و خصوصا در پاکسازی چاکرای تاجی که بسیار نزدیک به چاکرای چشم سوم و در آرامسازی ذهن، آرامسازی افکار میتونه بسیار مؤثر باشه. این ذکر جامع هست، انرژی تمام افکار داخلش هست و بی‌نظیره واقعا. ذکر پنجم ذکر لا اله الا الله هست که برای آرامش عمیق واقعا فوق العاده است. فرکانس جدایی از اتصالات داره، یعنی ذهن تو رو کمک میکنه از اون چیزی که باعث اذیتت شده، باعث ناآرامیت شده، بتونه راحت‌تر جدا بشه و اصولا بتونی راحت‌تر ذهنت رو آروم بکنی تو این زمینه. ببینید دوستان، این ذکرهایی که من به شما معرفی میکنم، شما ممکنه یکیشو که بشنوی، ممکنه مثلا من ذکر پنجمی که گفتم رو وقتی شنیدی یهو انگار درون دیگه حسی بهت گفت این ذکر رو باید بگی، به حرفش گوش کن. اون الهامات درونیته، اون روحت یا فرشته نگهبانت دارن تو این زمینه راهنماییت میکنن که ذکر مناسب خودت رو بتونی بهتر انتخاب کنی و پیدا بکنی. پس فکر نکن که مثلا برای تو بهترین حالت ذکر یا سلام باشه. ممکنه برای تو باشه، ممکنه اصلا نباشه. ببین واقعا ندای درونت هم تو این زمینه کدوم یکی رو انتخاب میکنن. حتی عرفای بزرگ، حالا مثلا شما شاید آشنایی نداشته باشید، توی چله روح مثلا میگن شما خودت ببین روحت کدوم ذکر رو انتخاب میکنه و قشنگ متوجه میشی. یعنی اون ذکر رو که میبینی اصلا میفهمی این ذکر انگار با حرف میزنه، انگار میگه بعد من انتخاب بکنی. و اون حسی ها البته اینجا هم همینه. شما برین این ذکرهایی که گفتم ببینید کدوم ذکر واقعا روحتون بیشتر براش آتش داره. ذکر ششم ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل هست. این ذکر خصوصا برای کسایی که فشار بیرونی روشون هست، مثلا نگرانی داره، نمیدونم چکش باز نشده، نگران رابطه‌شه، نگران نمیدونم مادرشه، نگران یه بیماریه، یه نگرانی بیرونی خصوصا داره. کمک میکنه که به خداوند توکل کنه، کمک میکنه که باور بکنه که همه چیز تحت کنترل خداونده، چیزی از کنترل اون خارج نمیشه، بپذیره، احساس تسلیم رو داشته باشه در مقابل جریان زندگی و آرامش بهتری کسب بکنه و تو این زمینه واقعا فوق العاده است. پس چی شد؟ ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل. ذکر بعد که خب ذکر نیست، آیه است. آیه معروفی هم هست، آیه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، که این آیه اصلا خودش واقعا یه جور فرکانس آرامش فوق العاده است، قویه تو این زمینه و آرامش بخشی فوق العاده ای رو داره و در تنظیم امواج ذهنی، کمک به آرام سازی ذهن، یه حس آرامش از درون خیلی میتونه کمکتون کنه. اما چند تا روش حاشیه‌ای هم هست که در کنار این ذکر گفتن، یعنی همراه با این ذکر گفتن اگر انجامشون بدی، خب خیلی نتایج عمیق‌تر و سریع‌تری دریافت میکنی. اینه که مثلا یکیش همراه ذکر گفتن نفس‌های عمیق بکشی. مثلا یه نفس عمیق بکشی، توی بازدمت ذکرتو بگی، مثلا بگی یا سلام. خب یه همچین مثلا یه مثالی اجرا کردم برات. خب یا هر ذکری که خودت دوست داری. این روش کمک میکنه اون موج انرژی ذکر به چاکرای پایینت هم برسه و واقعا قدرت انرژیایی هم داره و کمک میکنه که خب انرژی راحت‌تر پخش بشه و اون آرامسازی سریعتر صورت بگیره. کسایی که ترس شدیدی پیدا کردن یا نگرانی شدیدی پیدا کردن، خوبه که دست راستشون رو بزنن روی قلبشون وقتی که ذکرهای آرامش رو میگن. خب و این کمک میکنه که انرژی سریعتر پخش بشه. اما ممکنه بپرسی که خب تعدادشون چقدره، چند بار باید بگیم؟ ببینید دوستان، هر چند تا که گفتی که به آرامش رسیدی، همونقدر مورد نیازت بوده. متوجه دیگه بیشتر از 200 نشه دیگه. خب دیگه نهایت 200 تا، دیگه 300 تا، دیگه از این بیشتر نشه. ولی خب تو این بازه حالا از 0 تا 200 تا میتونی بگی، هر چند تا که حس روحت بود. اگر هم ذکرتو توی فضای نیمه تاریک بگی یا توی فضای آرومتر بگی، خب بازم اثرش هم بیشتر میشه.
حتی میتونی چند تا مثلا یا سلام بگی، چند تا یه ذکر دیگه بگی، چند بار آیه آرامش رو بخونی. هر مدل که دوست داری میتونی بگی. کار مستحبیه و کمک گرفتن از انرژی های نور تو این زمینه و هر مدل که دوست داری میتونی بگی. در مورد ذکرهای مختلف، اثرات، انرژی ها و چاکراهای مرتبطشون هم من تو کانال اول و دوم توضیحاتی رو دادم که اگر خواستی میتونی اون ویدیوها رو هم تماشا کنی. موفق باشی.